غم‌انگیز برمیگرده به سال 87. سلام، خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای پرونده‌های جنایی که این پرونده خیلی دردناک و غم‌انگیزه. ماجرا از یه ویدیوی پخش شده شروع شد. یه ویدیو از یه دختری که داشت بین چند تا مرد میرقصید. اون موقع مثل الان نبود که سوشال مدیا باشه و اینجور چیزا، ولی تقریبا همه خونه ها دوربین داشتن، اینجوری که همه از هر چیزی که میدیدن ویدیو میگرفتن. برای همین هر وقت هم همدیگر رو میدیدن فقط با بلوتوث داشتن همه ویدیوهای چرت و پرتی که داشتن و واسه همدیگه میفرستادن. حالا بگذریم. اواسط سال 87 بود که یه ویدیو از یه دختری اومده بود بیرون که حدوداً 18 ساله بود و اهل ورامین. این دختر داشت بین چند تا مرد میرقصید. حالا این که داشت میرقصید و ما کاری نداریم، ولی نگاه های اون مردا خیلی عجیب بود. توی این ویدیو هرچی میرفت جلوتر ویدیو عجیب تر میشد. اون مردا با اون نگاهی چندشی که به این دختر مینداختن قشنگ متوجه میتونستی بشی که اینا دنبال چی هن. ادامه همین ویدیو یه ویدیوی دیگه بود از همون آدما که اون 5 تا مرد که فکر کنم 5 تا مرد بودن، البته ریخته بودن سر این دختر و داشتن بهش تجاوز میکردن. دختر بیچاره هر چقدر التماس میکرد و زجه میزد ولی فایده ای نداشت زیر دست این جونورا. خب از این پرونده چند تا روایت هست که تا حالا کسی نتونسته بفهمه کدومش درست بوده، اما خب اگه یه ذره فکر کنی به نظرم متوجه میشیم که کدومش بیشتر با عقل جور در میاد. خب بریم سراغ اولین روایت. اولین روایت میگه که این دختر بیچاره گیر چند تا کارگر افغانی افتاده و البته ضریب هوشش پایین بوده، یعنی نمیفهمیده که داره چی کار میکنه، که به نظر من این روایت اشتباه، چون که اون دختر وقتی داشت میرقصید انگار رضایت داشت، یه لبخندی روی صورتش بود و در ادامه وقتی که داشتن بهش تجاوز میکردن اون داشت التماس میکرد و زجه میزد. خب اگه ضریب هوشش پایین بوده باشه قطعا نمیتونست بفهمه که داره چی کار میکنه یا چه اتفاقی داره میفته. پس به نظر من این روایت رد میشه. خب بریم برای روایت دوم. میگن که این دختر کنار خیابون منتظر تاکسی بوده و یه ماشینی کنارش نگه میداره. اون موقع هم که اسنپ و این چیزا نبوده و از همین تاکسی های خطی، همین زردا یا پیکانا بوده. یکی از همونو نگه میداره کنار این دختره. دختره میبینه که چند تا پسر، همون پسرای داخل خونه، توی اون ماشینن. برای همین با خودش فکر میکنه که اینا مسافرای این ماشینن و اعتماد میکنه و سوار ماشین میشه. یکم بعد که میگذره دختر متوجه میشه که اینا افغانیه، از لهجهشون، حالا شاید قیافشون متوجه میشه که اینا افغانستانی هستن و همون موقع میخواد که از ماشین پیاده بشه ولی اونا نمیذارنش. همینطور که داره داد و بیداد میکنه یکی از سرنشینای همون ماشین سرشو میبره پایین صندلی که کسی نبینه اینا دارن چیکار میکنن. چند دقیقه بعد که میرسن به مقصد احتمالا دختر متوجه میشه که قضیه از چه قراره. مقصدشون کجا بوده؟ یه ساختمون نیمه کاره که حدوداً دور از شهر بوده. وقتی به اونجا میرسن دختر متوجه میشه که اینا احتمالاً کارگرای همون ساختمون نیمه کاره هستن. بازم دختر کلی بهشون التماس میکنه که بذاره برن، ولی اونا بهش میگن خب باشه، ما که کاریت نداریم، فقط یه شرطی داره، باید اونجوری که ما دلمون میخواد برامون برقصی، یه جوری که ما خوشمون بیاد. دختر بیچاره هم فکر میکنه که اینا واقعا راست میگن و که اگه بتونه خوب برقصه اینو ولش میکنن و میذارن بره. دختر رو میبرن داخل اتاقی که واسه خودشون بوده، احتمالاً همونجا استراحت میکردن. دختر رو میبرن اونجا و برای دختره یه آهنگ میذارن و بهش میگن خب حالا برقص. دخترم با تمام وجودش از خودش مایه میذاره و شروع میکنه به رقصیدن. برای همین داخل ویدیو یه لبخند رضایت بخش روی صورتشه. خلاصه که با تمام استرس و اضطرابی که داره شروع میکنه به رقصیدن. اما همین که آهنگ قطع میشه اونا میان سراغش. اونا از همه چی فیلم گرفته بودن و توی فیلم همه چی هست. بعد از این اومدن لباسای دختره رو تیکه تیکه کردن و اصلا توجهی به التماس و زجای دختره نداشتن.
بعد از اینکه کارشون تموم شد، دختر با خودش فکر کرد که دیگه تموم شده و میتونه فرار کنه. ولی همین که اومد بلند بشه با بدن نیمه جونش، یکی از همون پسرا اومد بالا سرش و یه چاقو در آورد و حمله کرد به دختره و اومد گلوی دختره رو برید. خیلی وحشتناک بود چون که خون همه جا رو گرفته بود. قشنگ سرش از بدنش جدا کرد و اومد سرش هم به دوربین نشون داد. همینقدر کثیف و پست. آخه مگه تو چه جور جونوری بودی که اومدی همچین کاری کردی و حتی بعدش هم بهش رحمی نکردی؟ توی ویدئویی که گرفتن اصلا مشخصه که اینا هیچ پشیمونی ندارن و از اینکه دارن فیلم میگیرن و همچین کاری کردن خیلی هم خوشحالن. روایت دوم تموم شد. تا اینجا به نظرت کدوم درست‌تر بوده؟ خب روایت سوم چی میگه؟ توی روایت سوم، یعنی روایتی که من دیدم و شنیدم، میگه که این دختره با یکی از پسرای همون جمع دوست بوده و پسره دختره رو میاره داخل همون ساختمون نیمه کاره و اصلا دختر خبر نداشته که این دوستاش هم هستن یا همچین جایی قراره بیاد. پسر دختره رو میبره داخل اون اتاق و دختره وقتی میبینه که پسر تنها نیست و دوستاش هم هستن و تازه دوستاش افغانی هم هستن، خیلی میترسه و همون موقع میخواد که فرار کنه. پسر نمیذاره و بهش میگه که نترس، ما که کاری نداریم، چیزی هم ازت نمیخوایم، اینجا راحت باش، فقط ازت یه چیزی میخوایم، اونم اینه که برامون برقصی. همین. واسه دختره یه آهنگ میذارن و دختره شروع میکنه به رقصیدن. بعد از اینکه آهنگ تموم میشه، هر 5 نفرشون میرن سراغ دختره. بعد از اینکه کارشون تموم میشه، شاید ترسیدن، البته که اینا اگه میترسیدن یا همچین کاری نمیکردن، ویدیوش هم نمیگرفتن، میان که گلوی دختره رو پاره میکنن و خب گفتم که از همه مراحل اومدن ویدیو هم گرفتن و اتفاقا ویدیو رو هم پخش کردن. این ویدیو به سرعت تمام توی کل ایران پخش شد. یعنی به هر کی میرسیدی این ویدیو رو یا دیده بود یا در موردش شنیده بود. بعد از پخش شدن این ویدیو، افغانیای داخل ورامین جرئت نداشتن پاشون از خونه بذارن بیرون. انقدر که مردم از این اتفاق عصبی بودن و حتی در پی این اتفاقات اومدن سر چند تا افغانی رو بریده بودن و عکسش هم گذاشته بودن. اوایل یه سری فکر میکردن که این چند نفری که سرشون بریده شده همونایی بودن که دختره رو برده بودن، اما بعد از چک کردن متوجه شدن که اونا نبودن. همونطور که گفتم این ویدیو خیلی سریع پخش شد و همینطوری دست به دست می شد و همین باعث شد که رئیس قوه قضاییه فوراً دستور بده که هر چه زودتر قاتلا رو پیدا کنن. و شاید بگم تا اینجا تنها خوبی که سوشال مدیا تا الان داشته همینه. این اتفاق اگه الان میافتاد خیلی بیشتر از قبلا وایرال تر میشد و شاید اصلا اون دختر هم انقدر از روی ناآگاهی نمیرفت همچین کاریو بکنه. همین دستور رئیس قوه قضاییه باعث شد که در عرض 1 هفته هر 5 نفرشون رو پیدا کنن. حالا اون 5 نفر کجا بودن؟ یکیشون داخل همون ورامین بود و اون 4 نفرشون هم توی روستاهای مشهد بودن و خودشون رو قایم کرده بودن که احتمالاً میخواستن برگردن به افغانستان. بعد از چند ماه بالاخره دادگاه حکمشون رو صادر کرد. هر 5 نفرشون اعدام شدن و حتی به نظر من مجازات کمتری بود. اینا رو اصلا باید توی اسید حل میکردن یا شاید باید تیکه تیکه‌شون میکردن. اما همین که پیدا شدن واقعا چیز کمی نبود. شاید اگه 1 روز 2 روز بیشتر طول میکشید اونا رو اصلا نمیتونستن پیدا کنن و همشون برگردن به افغانستان و در نهایت فقط حیف اون دختر بیچاره. خب اینم از این پرونده. اگه به همچین ویدیوهای علاقه داری حتما چنل منو سابسکرایب کن. خدافظ.